من این روایت رو از علمای قدیم اصفهان شنیدم. میگو شما رو که تو قبر میذارن، میخواست ارزش ما رو بگه، قیمت. یه ملکی هست به نام فتان، و قبل از سوال و جواب نکیر و منکر وایستادن کنار میت در برزخ. فتان مسئولیتش بو کردن مرده است، فقط هم این قسمت بدن رو بو میکشه. به نکیر و منکر میگه سوال از این نکنید، این بوی ابی عبدالله رو میده. سوال دیگه نداره، خب سرمایه رو دار. السلام علیک یا رحمت الله الواسع. السلام علیک یا باب نجات الامم.